سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ او خوشحال به وئ د خوشحالۍ او د عافیت جامې به مو په تن وي. یو ځل بیا زه غزال نظري ما سره ایلین جانه هم په خپرونه کې ده. نو نن غواړم چې تاسو ته یو خپرونه جوړه کړم. دا ستاسو نظرونه غواړم چې ولولم ووایم چې تاسو په دې خپرونه کې ماته څه نظریات راکړي. او ایلین جان ته هم سلامونه، جوړ په خیر څنګه؟ سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته. مننه، خوشحاله اوسئ. خیر بیا هم ته داسې ماته میلمانه ښکاري ولې؟ بس تر کومه به ته داسې میلمانه په شانتی ناسته ای؟ بس دی که نه؟ کنه وای میگم مهمان یک روز دو روز نیک تا نوروز. تو دیگه بیخی از نوروز هم تیر کردی. او بیادر چی حال است؟ چی روز است؟ بس خیر پیش میشه انشالله. من امروز دیگه خواستم کلا آیلین جان امی برنامه را پیش بره، شروعاتش آیلین جان کنم، مگم این هنوز هم خودم مهمان حساب میکنه، فکر میکنه ای که چرا نمیفهم چرا تا کی باید مهمان باشی و تو تیار خور باشی؟ نه نمیشم تیار خور دلجم. خب بور یک اناس برنامه را بده، فکر کو برنامه تازه شروع شد. ما شروع کنم. فکر کو تازه برنامه شروع شد. یعنی از شروع جور میکردم خیلی خوب میامد. خب خیر مشکل نیست دیگه دفعه فکر کو برنامه شروع از سور کت میشه. خب برو بفرما. سلام بر شما دوستان است، امید میکنم که جور و صحتمند سرار باشین. دیگه امروز میخوای غزال جان که میزبان برنامه ما باشم. خب خیر کوشش میکنم که شام سلام قسم جور کنم که مستقل زنجال ماره. شام نه بگو هستم بس از دیگه. جای شما را گرفتن نمیتونم اگر بازم دیگه. یعنی من مطمئن هستم که انشالله خودم پیش میریم سلامت و ماشاءالله استعدادش داریم. سلامت باشید. چی حال داری؟ فکر کنم که یک سریال هم شروع کردی، راست است؟ والا ما قسم یک چیزی است. شته ده ایلین جان، مطلب پښتو کې ډیره زیاته راحت ده. نو زه غواړم چې پښتو او دری دواړه میکس شي او می پشتو دری که یک جا شه و شیر شکر میشه. کامرامین عزیز چطور؟ همونطور است نه؟ خود پشتو را میفهمی؟ کمتون میفهمم. دوستای عزیز، ما یک سریال افغانی را شروع کردیم به نام لیلا. دیگه خودم همچنان نقش دارم، دیگه دوستا هم است و آیلین جان هم نقش داره که ما دیگه شما منتظر سریال لیلا باشین که چی یک سریال است. انشالله که طوفان میکنه. با بار اول غزال نظری خواسته که دختر فیلم شوه. دیگه در میدیا هم یه کار تجربه کنی خوب است. مثلا مثبت میگم که شما طرف منفی نرین، مثبتش میگم دیگه. خودت چطور تصمیم گرفتی که بیای طرف سریالا؟ خب خواستم همین گفتی خودتان که دنیای سوشال میدیایی که خوش شد در یوتیوب بودی و در سریال که کار کنیم ببینیم که دو چه قسم میتونیم. من روزم تجربه ما در سریال در چیزا هیچ نیست. که چند تا برنامه یوتیوب داشتم مگرم در سریال هنوز کار نکردیم. فرست تایم دی. فرست تایم دی بالکل. نه خیر دی بیا با عادت چه انشالله پیش میریم بخیر آیسته آیسته. دیگه هر کسی مثلا یک دفعه در بام بالا نمیشه، اما تو بله دیگه آیسته آیسته در زینا یک قدم پیش یک قدم پس. مگرم نگفته نمانه که دوستای ناست که البته غزال جان دو دختر فیلم است. خب مگرم دایرکتر ما دیگه سلامت باشن دو دیگه نقش خالی غزال ما بندن. بله دیگه خیر انشالله ببینین. شما هم منتظر سریال لیلا باشین که بعد زودی بخیر جور میشه، باز نشر میشه، نظریات بده که چی گلا را باب دادیم. خب به هر صورت و دوستای عزیز در آخر بازی از دوستا بسیار زیاد کامنت میکردن. خواهم تلفن تا باز که تلفن ما خواه ویدیو میگیریم. یک چند تا از کامنت هاست که ما باید بخوانش بگیرم ببینم که دوستای ما چی نظریات دادن و تشکر. خب باید بیایم از اینجا که یک موضوع بسیار مهم از دوستای عزیز، اون برنامه دیره که من ریکارد کرده بودم، ثبت کرده بودم، باز دوستا بسیار نظریات جالب دادن دیگه. ببینیم که چی گفتن. خب دوست عزیز ما گفتم موافق باشی غزال جان. نفس خور خیلی برنامه زیبا بود، خوشم آمد. یعنی پشتو دری را یک جای گفتن، قسمی که ما تو برنامه پیش میبریم. این هم یک نظر داده. تشکر، سلامت باشی. خب محمد هم گفته میگه که درکم د دواړو خو حقیقت ډیره مننه. اوس خوشحال استم چې سوال پر یو نه بلکې پر دواړو مننه.
دیگه ما مطلبشان زیاد نفهمیدم. خوش باشین. تاسو هم منه نخوشی الله وسی. فیصل نگزاد گفته که همچنان شادخت وطن موفق باشی. تشکر. شما همچنان سلامت باشین. خوب. یک دوست دیگه ما گفته که اسم این نطاق زهره نیازی است. یعنی که من در یک وقت زهره نیازی بودم، خودم اصلا خبر نی. و باز گفته که این ویدیو از چند سال پیش است. او بیادر از چند سال پیش نیست، از این اید است. دمی اید ما اینمی برنامه را جور کردیم و ما غزال نظری هستمی که زهره نیازی است کجا آمد دیگه نمیفهم. والا اینم یک چیزی بود فنی، یک ویدیو را دیده بودم میگم می خارجی ها خوب است از این از خودش خبر نداره که دیگر نمیشناسن. مگم از این مردم ما و شما کس از این میفهمه که ما در جنت میریم یا در جهنم میریم دیگه. ما از خود خبر نی. یک وقت زهره بودم. بازم تشکر. زنده باشین، سلامت باشین. خب باز برادر دیگه ما گفته که تاسو په ټیک ټاک لایف ولی ناراضی. نو زه نه غواړم چې ټیک ټاک کې لایف راشم، ولې چې ټیک ټاک لایف سره زما شوق نشته چې زه گیم ته راشم، ټیک ټاک لایف ته راشم، ولې تاسو ته هم اندازه شته چې نن سبا په ټیک ټاک کې څه حالات روان دي. نو د هر انسان شخصیت فرق کوي. نو په دغه وجه زه نه غواړم چې ټیک ټاک لایف ته زه راشم. بیا هم مننه چې تاسو نظر راکوئ چې ټیک ټاک لایف ته زه راشم. خو چې راشم بیا به نورو په شانتې همدا به وایم چې ډبل ټیپ و شیر کړئ. دوه گلونه یا میرم بگم دیگه دوستای عزیز ڈبل تیپ شیر کنین. ماچم چی کنین دیگه؟ چی میگن؟ چیق زدنش هم نمیارزه. چقدر ڈبل تیپ دیگه. ما دخوام باشم با شروع کنم ڈبل تیپ. من اینم ڈبل تیپ ش نمیفهم که چی معنا میده. والله خودم هم نمیفهم. خودتون میفهمین؟ گفت میگن گیفت یعنی گیفت آن کنه. مولا قطالی که با ما ده اینجا در ریال کس گیفت نمیده باز در تیک تاک خواه اگه یک گل خالی رم روان کنه. خب خیر بر صورت شوخی کردم دوستای عزیز دیگه. من دوست ندارم در تیک تاک لایو بیم، گرچه در تیک تاک من یک ویدیو پستم کرده بودم که به نام مزیات ایدیا جور شده و از او بعضی کسا لایو میرفتن. باز من گفته بودم که مربوط من نمیشه دیگه. خیر نمیفهم که چرا قسم یک کارا میکنن. خیر خداوند هدایتشان کنه، اگر نه دیگه خدایا جمعشان کن. باش که دوست دیگه ما چی گفتم. خوب زیادتر کسا هستم اینمی گفته که واو ماشاءالله बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मुझे उर्दू नहीं आती और तो पश्तो मैसेज ले लो दे दो. तो पश्तो मैसेज करो. मुझे उर्दू नहीं आती और उर्दू थोड़ा आती, बहुत ना आती, थोड़ा मुझे उर्दू आती. صحیح. خب صحیح. باز همینجا گفته که خب یک زمونږ یو ورور همیشه دا کمنټس کوي چې دا راته ووایي چې تاسو بلوچستان له راغلي او که نه. نه رور جانه زه بلوچستان ته کله نه یم راغلی، خو انشاءالله غواړم چې بلوچستان ته یو ځلې لاړ شو. بلوچستان ته ځئ؟ لاړو شو انشاءالله. بریم بلوچستان یک دفعه؟ میریم. چکر از اونجا رو بزنیم که چی میشه؟ چقدر راسته الهام جان؟ نمیفهمی؟ خب ما بلد نیستم. خب مگم یک سفر میگیریم طرف بلوچستان اگر ازای خدا بود. میگم مردم بلوچستان بسیار مهمان نواز هستند، بسیار مردم های شیرین هستند دیگه. یک دفعه یو زل غواړو چې بلوچستان ته راشو نو تاسو هم په تمه پاتې شئ موږ نه مهمان نوازی وکوئ. صحیح ده؟ خب دوست ما گفته که غزال جان افتخار تمام دخترهای وطن. تشکر. سلامت باشین. عزیز من دوباره باز تلفن نگرفتم که ببینم اگر کدام تا با آیلین جان کدام نظر داده باشه. امید حال نظر بتین درباره آیلین که خوش شده نشده نامد دمید دیگه. خب خیره از کامنت ها اینم قدر بس است به امروز. آیلین جان خودت بگو که در نقش سریال آیا از این مثلا کرکتری که خودت انتخاب کرده کدام نقش هایی که مربوط تو میشه راضی هستی؟ راضی هستم. تو دیگه تو بیکم راستی کمی هستی پیش آمد. خوش آمد. راضی هستم. از چند فیصد؟ 100%. خب این قدره که هنوزم چی میگن در بین فامیل جنگ میپرد چی ازش راضی نیستم. مگر خیر چون تو ما در زندگی شخصیم اقسم نیستم. عالی من تشریح میتم. دوستای عزیز آیلین جان که هست یک دختره که بسیار ناز و سلامت پر از محبت از مهر دمی هر گپش جان
فدایت شوم قربانش. یک روز گفتم نگو دیگه، هر کس لیاقت می قسم گپار نداره که تو هر کس ناکسه میگی قربانت شوم مثلا جانم میو دیگه. مو زیادتر کساس که لیاقت همی چیزا رو ندارم. مگم در اصل بسیار دختره که مهربان، دختر خوشروی، دختر خوش اخلاق. مگم دمی سریال نقش منفی داده شده به آیلین جان. خب من انشالله یعنی باور دارم سرش که رو به خوبی میتونه انجام بده، چون بسیار دختر قوی است و میتونه. دختر خانمای افغان همیشه قوی مبارز میباشن. سلامت باشین فدایت. دیگه ما سعی که باز فدایت نگونی. دیگه ما زندگی شخصی خودم خیلی عاجزانه، خیلی عاجزانه فکر میکنم تیرش کنم، چون با کسی درد و رنج گپا نمیخوای از تو کس آزرده شوم. والا ما خودم خیلی زیادتر وقت خودم شده که جای از دلم نبوده کسی گفته یک چیزی یا گپ ما تاییدش کردیم، نخواستیم کسی از پیشم خفه شوه. مگرم در این سریال قسم یک نقشی هست که بین دو فامیل و بین دو نفر جنگی گپا دیگه ما حیران مانیم. ما دمی حیران هستم که در زندگی کدام دفعه کدام نفر جنگم کردی تو دو دشنام یا گفتی برش کدام گپ ازش گفتی برش؟ نه حقیقت والا تا که یادم نکردیم نگفتیم ای چیزی خیلی مقرر از چشمم اشک آمدم گریه کردیم، مگر من نفر مقابل هیچ چیز نگفتیم، فقط همون درد در قلب دلت کردیم. شاید امی کسایی که ما را دمی ببینن بفهمن که هر زندگیم هر قسم حالت آمدم، مگر ما تیز گپ تو که وای خیلی اقل چه خبره وی چی تیز خبره ما چاله نده کړی چې چا زړه خفه شي. هیڅ کلم نه غواړم چې زما د وجې نه چا زړه خفه شي. خو بیا خیر بیا او استاد داسې څوک بیا زر کړی مطلب تاسو داسې کس پیدا شوی چې تاسو ته درد در کړی وي. خو په ژوند کې هر څنګه انسان دی، هر څنګه حالت دی، وخت راځي داسې کسان شوي دي چې زړه مې ډېر درد شوی دی، اثر شوی دی، خو بیا هم هغه سترګو نه مې اوښکې راغلي دي. ما یو صرف ویلې چې خدای تا ته مې سپارلی یم، سم نشم ویلی. خو کیدای شي داسې انسانان هم وي چې زما د وجې نه هغوی وجړېږي یا ودردېږي، خو زه خپل طرف نه زه وایم چې ما هېڅ چا هم نه دی. بالکل دوستانو دا زه مطلب ډېر وخت نه پیژنو، زما او د ده سلام کلام شته، خو هغه ټایم دې میډیا کې نه وه. خو خدای شته، حقیقت به سړی وایي، داسې نه چې دا زما ملګرې ده. په ریل ژوند کې چې تاسو آیلین وګورئ ډېره یوه مهربانه جنۍ ده، خو دغه خلک بیا اکثر دردېږي ډېر زیات. دغه خلکو ته بیا درد ډېر ورکول کېږي. نو که وایي نیت صفا منزل آسان، نو خیر ته نیت صفا ساته، د خلکو کیسه کې مه کېږه، دا خلک په هېڅ هم نه راضي کېږي. نو د ده یو کار ښه ده که نه چې هره خبره مطلب زړه کې اچي. یو ټایم دا زما مو خو زه لږه زیاته جګړه ماره یم، که نه څوک راته یو وایي دوه درې ورته وایم لیاس خاطر نه کوم. بیا ما کې دا درد نشته دی که نه چې دا درد دی، خو بیا نشته. زه لیاس خاطر د چا نه کوم، ویول ځان دی بیا جهان دی، که نه چې ځان نه وي نو جهان باندې به سړی چی وکړي که نه. دادری هم بگم که دوستا میگه اول جان است باز جهان است دیگه. می آدم که خودش خفه و جگرخون باشه دیگه چی برسه که تو دل یک نفر دیگه رو نگاه کن دل خود دو خفه باشه دیگه. نه باید کمیه که گفت 100 تا بگو برش که یک سیلی زد 2 سیلی بزنم. چطور دوستا ایزی سال بگوین که نظر من چطور است؟ هم جان همه تو نیست؟ خو نمیشه که دل تا بخو گریان کو بیشی قرار. نه دمو دقیقه بعضی کسان میگه من میسپارمش به خداوند، بیشک خداوند بسیار مهربان است، هر قدر یک بندیش گناه کنه او را میبخشه دیگه. من نمیمانمش، من خودم میزنمش. میگه به خدا نبارش که میبخشش، بزن یک 4 تا پشت لغت که بفهم. بله از این پایش میگه بگی ده یک دیوال دیگه دیوال بزن. خودم سایزی شوخی کردم به خاطر که آیلین جان رفت طرف خفگان، به خاطر که یک کمک غم درون است. نمیفهم چرا. خب انشالله میگم غم درون است میگه سلامت. نمیفهم چی بگم، خواستم دیگه ما قسم میده زست. خب یعنی من قطع بیان میکنم دوام مرا میگه سلامت. سعی کن دوستش از بجایی که بیانی من نیستم یک بگم یک روز من میخوایم امروز یک جنگ کنم. بله یا باید اینو یک کمک تیز شدی. دختران شک باشه نمودشان میده. چطور الهام جان گرچه بچه هستی بگو حقیقت است یا نه؟ باشه در میانه من قطعا میگم بعضی کساس قد تعریف میکنم، من تعریف نمیکنم دوستای عزیز. چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. خب مثلا بجای اوتونه که مثلا خدا نخواسته که هر کسی هر چیز بگم جنگوی نه. خب مثلا از حق خود دفاع میکنم. هر انسان حق دارد از زندگی خود که از حق خود دفاع کنه. مثلا که ملامت نباشه بگم من ملامت نیستم.
مثلا که یا جنگ کنه یک نفر تو را ملامت کنه یا کدام چیزی از این میخواد. سلامت باشی، زنده باشی ان شاء الله. که ما هستی یا چی میگم زبانه که تو هم پری آسیا واری میشه. بله ان شاء الله خیر باشه. دیگه دوستای عزیز، برنامه را زیاد طولانی نمیریم به شما هم خسته کن تمام نشه. من میفهم که پای شیرین است، خوش دارین. خب بازم جان چتکا این از خود راضی بودن دیگه باید اعتماد به نفس بالا داشته باشی. یک وقت من نموتو بودم دوستای هیچ از خود راضی نبودم، اگه مال فهمیدم که زندگی یعنی چی، خود آدم به خود ارزش دادن یعنی چی. دیگه تشکر. چیزی پیام داری به هموطنایت؟ یعنی خاص پیام نه، فقط جور آرام و صحتمند باشن. همین مهم در زندگی نمی چیز است. اخلاق داشته باشه، خوش باشن بس، چون دنیای غم است. خوش باشن خیلی بهتر است. بله خوش باشین، آرام باشین، جور صحتمند باشین. دیگه چنل هم سابسکرایب کنین. خداوند یار نگهدار. خداحافظ.